غلامجان عبدالرحیموف دهقان است. با پرورش سبزوات و گل مشغول می باشد. به گفتش نظر به سالهای پیش درآمدش خیلی کم شده است. یک سبب کمی نوری های مینرالی است. این دهقان امید دارد که با فعال شدن کارخانه آزاد مشکل وی و کشاورزان دیگر آسان می شود. روی همون چیز ده دارو ده همون چند که بسیار تیم همیشه حاصل مول می شود. یکی کمتر میشه. های زمین ها رو قوتش هم نیست. پارو دادن در کار. هم پارو هم قیمت های مثال یک ماشینش 1000 سوم 1200 سوم هم خیلی میسته. خبری دوباره به کار سر کردن آزاد کلانترین کارخانه کیمیاوی تاجیکستان دهقانان را شاد کرد. گفته می شود آن به خرج 400 میلیون سامانی از حساب صاحبکاران وطن دوست بازسازی شده سال تا 200,000 تن نوری تولید خواهد کرد. این در حالی است که به نظر فرخ‌الدین نبیزاده نماینده وزارت کشاورزی طلبات به نوری های مینرالی در تاجیکستان 600,000 تن را تشکیل می دهد. این کارخانه تنها 3/1 طلبات کشاورزان تاجیک را قانع ساخته است. اگر همه خوجگی و دیخونی ما با نوری تامین شوند، مثل نوری با همون نوریایی که مثل ملکه دانش استفاده بری معیار رو مثل وقتی نوری دیره پورا دونستان لازم داریم. یعنی که اگر تکنیک پرورش این چنین تامین نوری مینرالی یعنی که کدام وقت نوری مینرالی استفاده بردن در زراعت ها باید خوجگی دیخونی پورا دونستانشون ضرور است و امکانیتی باز 50 سنتر حاصل زیاد گرفتن هست. با نظر داشت اندک بودن میزان تولید این کارخانه طور کارشناسان تاکید میکنند کمبود نیروهای مینرالی و گرانی نرخ آن به پررگی حل نمی شود. احتمال بدتر شدن وضع نیز در میان است. عبدالمنان شیرالیف اقتصاددان تاجیک بر این است که اگر این کارخانه و این ساحه در دست مونوپولیست قرار گیرد مشکل کشاورزان تاجیک دوچند خواهد شد. برای مونوپولیست اصلا فرق ندارد که او 7 تن استحصال واردات میکند یا 1000 تن. برای اونکه اگر میدوند که اگر 100 تن استحصال کرد یا واردات نمید $500 میفروشد، اگر 1000 تن کرد $100 میفروشد و در 100 تا در صورت استحصال وارد 100 تن هم همون درآمد میگیرد که از 1000 تن میگیرد. بنابراین او اصلا هیچ فرقی ندارد که دهقان چقدر حاصل میگیرد یا نقد بازار چقدر. برای او که یک تاجر است صاحبکار است برای او درآمد خودش مهم است. کارخانه نوری های آزاد در 30 سال استقلالیت 3 بار خرید و فروش شد. تا سال 2014 75% سهمیه های کارخانه تاجیک آزاد به دیمیتری فرتش سرمایه گذاری اوکراینی، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% به خیرالله سیدوف پسر صاحبکار زندانی زید سیدوف تعلق داشت. از سال 2016 بین حکومت تاجیکستان و شرکت خننچژونیه گروه هالدینگی چین سازشنامه بسته شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسئولین شرکت چینی دستور داد که کارخانه دوباره فعال شود، ولی این دستور نیز اجرا نشد. صاحب فعلی کارخانه معلوم نیست و این ناشفافیت سبب گشته است که آن را به یکی از نزدیکان رئیس جمهور نسبت دهند.